دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 31 مارت 2026 میباشد. قرار داریم در حولی من در شهر دوشنبه. در نزد ما دو درخت ایستاده است. هر دوشم درخت سیب پینکلدی است، روزی گلوب. هر دوشم 3 ساله است و بهار سال گذشته، بهار سال 2025 فوریه 2025 بود. من نوار کردن نشان دادم و به شکل دراری کردیم. بعد به شما گفتم که من حاضر سنجش میگذارم و یک سال پس نشون میدم به شما که همین نتیجه کاری من نتیجه میدهد یا نه. اینش رو دیگر خیلی بریده بودیم، اینش رو دیگر خیلی بریدیم. اینش رو ما دراز بریده در نوکش با خلطه های سلافانی خاک ارالش کرده، نودای دراز رو خیلی خم موندیم. درست؟ من خیلی خم موندیم. من این نودایی که با سلافان پیچونده شدگی بود و خم موندگی بود. اینش رو ما نخوام بودیم. گفتیم اکو اینش رو میبینیم. باید نودای عموما نودای پهلو رود اگر بهترین نتیجه میدهد و این پهلو رفت و این پهلو نرفت، این باز بریدم باز بالا رفت. برای این ما باید این خیل میکردیم با مانند این سبا این خیل برم آوختیم و این خیل میشد و در نتیجه بینید اکن مقایسه کنید که بوریشی که من کردم نوده ها رو دراز مونده خالطه مونده کج کردم چه خیل هست. گلکنیش رو بینید، کلونیش رو بینید. اکو بینید این اگر 20 کیلو بندد این 2 کیلو میبندد. فرقش رو دیده؟ یعنی که باید شما نوده هاتون رو وقتی که بروش میکنید نوده هایی که بالا رفتگی است حرکت کنید که نوده هاتون خوب رود. یعنی خیلی خوب رود. نوده ها رو اگر شما 2 کیلو بر در خلطه سلافانی کشول کرده بندید و آویزان کنید، یک سال ایستاد یا 3-4 ماه ایستاد قلاب میگیرید میپرتید. انا این خیلی بد. اکن خودتون بینید قد و قامت این سیب رو بینید چه خیلی خوشروی، چه خیلی بسیار بستگی، چه خیلی گلش بسیار. قد و قامت این سیب رو بینید بسیار این سیب درجه عالی شده است. یعنی اگر کدام دیودش باشد بوریشی من یک سال پیش کردگی در نوریوبم خدا میدونه دیفتم رو چون که پویان رفت کدام اگر نوار رو تماشا کردگی باشد میداند که من در همین خلطه کشول کردم و شما گفتم که میبینیم چه میشه. تکرار میکنم خلطه ها رو ما اینجا کشول کرده این همین نوده ها راست بود ما خلطه کشول کرده خموندیم همین نوده ها رو خموندیم. این نوده های همین دروازش رو از اینجا بریدیم، از اینجا بریدم که نوده نوتیا تا این طرف بیاید، لیکن این طرف ناومد. نوده باز همین بالا برآمد میبندد و بینید 2 کیلو میبندد. این ممکن 20 کیلو بندد. همدوران عزیز من نتیجه گیری کردیم یعنی که در آینده نوده شما بالا رفت باشد حرکت کنید که نودتون این خیلی شود. بر کشول کنید از بهار بر کشول کنید الان خیلی ایستاد. این قلاب میگیره در 3-4 ماه بر رو میگیرید میپرتوید و این بسیار میبندد. بستنش بسیار میشد، خوش صفت میشد. در پناه خدا باشد اگر معقول باشد یک لایک رو زیر کنید.